مطمئن باشید که اگر برگشته در وطن جای کار پیدا می شود و مجبورم بسازم برای شما. ما کار کردیم 4 تا شکمدم بیناموس به وجدان زندگی خوب کنه، ما و شما در ذلت قرار بگیریم. پلیس روسیه ادعا دارد که متهمان به قانون شکنی از آخر سال گذشته تا ماه ایون امسال برای قانونی کردن حضور 500 شهروند خارجی مساعدت کردند. عین زمان در خوابگاه‌های مهاجران هم عملیات گسترده ادامه دارد. هفته گذشته ماموران پلیس در چارچوب تحقیق یک پرونده جنایی بیش از 400 مهاجر در یک خوابگاه مسکو بازداشت کردند. به اطلاع کمیته تفتیشات مسکو در این مؤسسه 439 شهروند خارجی حضور داشتند. همه آنها برای تفتیش به شعبه پلیس انتقال دادند. این نوار را کاربران رادیوی آزادی از یک خوابگاه دیگر فرستادند. مصاحبان ما میگویند که نیروهای انتظامی ساعت 4 صبح به خوابگاه آمده همه را تا ساعت 2 نصف روزی در فرش خنک و شکم خواباندند. اگر کسی سر بالا میکرد بیرحمانه میزدند. به گفته همصحبتان ما حجت‌های همه مهاجران درست بود. نظامیان بعد از تفتیش لباس و اشیای ساکنان خوابگاه را تگرو کرده و پولهایشان را گرفتند. به ماموریت خوابگاه امر داده شده است که این مؤسسه را بسته مهاجران را بیرون کنند. سفارت تاجیکستان در مسکو روز 10 سپتامبر به شهروندان جمهوری توصیه داد که از سفر به روسیه خودداری کنند. این اظهارات در حال نشر شد که هفته‌های اخیر راه ندادن مهاجران تاجیک به روسیه و اخراج آنها از این کشور بیشتر شده است. که عملیات به ضد مهاجران و مهاجرستیزی در روسیه بعد از ماه مارس پس از حمله مرگبار تروریستی به تالار کنسرتی کراکوس اوج گرفت. مقامات روسیه در این حادثه اکثرا شهروندان تاجیکستان را متهم می‌کنند. حمله‌ای که شبهه و گمان درباره دست داشتن تاجیکان در آن زیاد است. خب دوستانم، طوری که شما دیدید وضعیت مهاجران تاجیکی را در خوابگاه‌های فدراسیون روسیه و شما می‌بینید که مهاجران مهنتی تاجیکستان هر روزی از جانب فاشیستانی حاکمیت فدراسیون روسیه مورد ظلم و از آزار قرار می‌گیرند و حتی اومدن چند نفری که در خوابگاه زندگی می‌کردند آنها را دستگیر کردند، به شکم خواباندند، پول و مالشان را گرفتند و از این خوابگاه بیرون شو کردند و علاوه بر این به صاحب خوابگاه دستور دادند که از این خوابگاه کار کن، همه این مهاجران را بیرون کن. این وضعیتی است که بالای مهاجران مهنتی به میان میاد در حالی که اینها هر ماه 5000 سوم پاتین میسپارند، پول خوابگاه میسپارند، مالیات جای کار میسپارند، علاوه بر این بازم پراتیسکا میکنند، یعنی به قیدگیری در فدراسیون روسیه پول میسپارند. شما اگر فکر کنید یک مهاجر مهنتی مثلا 80000 تا 100000 روبل معاش بگیرد یا اینکه 70000 روبل، همه زیاده از 40 تا 50000 فقط برای مصرفی در داخل اقتصادی فدراسیون روسیه مصرف کرده می شود. شما وقتی اقتصاد را بدانید، اقتصاد چطور میچرخد، درک میکنید که یک فائز خیلی خرد معاش مهاجران مهنتی تاجیکستان و تاجیکستان می رود. بالاترین پولش در همین فدراسیون روسیه در داخل اقتصادی همین کشور میچرخد. ببینید این مهاجر مهنتی برای جای کار وقتی که می رود پاتین میسپرد، در پاتین سپورش برای خدمات همون کنترلی پاسپورتدهی فدراسیون روسیه جای کار تامین میکنه. خب برای کسانی که در خوابگاه زندگی میکند جای کار تامین میکند که چیکار میکند؟ خوابگاه را پول پرداخت میکند. برای کسانی که خوابگاه برای اونها پول پرداخت میکند، اداره مالیات اونها پول تامین میکنه. یعنی معاش مهاجر چگونه به اقتصاد میچرخد. کارمندان اون نهاد پاسپورتی در مالیات میسپرند، اونها اداره مالیات معاش اینا را میکنند. علاوه بر این پراپیسکا میکند، کسی که در فمس ششتگی است این میرود در اوجا پول میدهد، صاحب خانه را پول میدهد برای پراپیسکا کردن، بازم تامین فدراسیون. وقتی که ما حساب کنیم باور کنید چند برابر همین مهاجر مهنتی بکار همین روسای فاشیستی را چیکار میکند؟ بکار تامین میکند. بعد یک فایز خیلی خوب را به تاجیکستان آورد. در تاجیکستان از همون فایز خورد کارگر بانک از مبلغ همین جای کار تامین میشود. خب خانواده اینها
از جای از خورد و خوراک تامین می شود. خانواده آنها پول در مغازه مصرف میکنند. مغازه چی کار میکند؟ پول میگیرد، یعنی جای کار تامین می شود. مغازه چی مالیات میکنه، اداره مالیات از پول همین مهاجرین مهنتی به کار تامین کرده می شود. یعنی اگر ما حساب کنیم یک مهاجر مهنتی در دو کشور زحمت میکشد که تشکمدم را به جای کار تامین کند. تو اینجا میای در ساختمان عذاب میکشی، شب روز خواب نمیری تا یک شکمدم دیگر چی در اداره کاری فدراسیون روسیه چی در تاجیکستان در اداره دولتی بشیند برایت نقشه بکشد که چگونه پلیت را بدزدد. امروزها بازم بانک های تاجیکستان مبلغ فیس یا اینکه همون مالیات را جاری کردن که از حسابی هر یک شهروند که پول روان میکنی 50-60 میلیون میگیرن، در حالی که این چیز نباید وجود داشته باشد. کارت بانکی حق پول گرفتن از حساب شما را ندارد، باید این کاملا به پول باشد، ولی در تاجیکستان میگیرن. یعنی هر روز همین کسانی که از حساب شما ما پول میگیرن جای کار تامین شدن، اونها چیکار میکنن؟ باز برنامه نقشه میکشن چگونه پشت ما و شما ضربه بزنن. این فاشیستا همین پلیس ها یک از سببایی که اینا به کار امروز تامینا همین مالیات سپریده همین مهاجران مهنتی است، از پول پتنت همین مهاجران است. وگرنه این قدر مهاجری، این قدر پلیس نظارتی در قد کوچه‌های مسکو چیکار میکنن؟ همین جلب کردن این قدر ملیسا در شهر مسکو یا در دیگر شهرهای بزرگ فدراسیون روسیه که مهاجران را دستگیر کنند، رید بگذرانند، برای چی است؟ به خاطر به نظم در آوردن و مهاجران مهنتی پول پرداخت میکنند که در اونجا زندگی میکنند. یعنی همین پلیس ها معاششان از حسابی همین مهاجران مهنتی است، از حسابی نمی پتنت خریدن شما، از حسابی که شما در جای کار میکنند اون صاحبگر که شما مالیات میسپارد. وقتی که این چیزها را ما و شما به نظر نمیگیریم، فکر میگیریم که نه ما فقط کار کردیم به خاطر خدمات. ما کار کردیم تا 4 تا شکمدن بیناموس به وجدان زندگی خوب کنیم، ما و شما در ذلت قرار بگیریم. برادران بیایید تحلیل کنید وضعیت رو که این همین پولی که من کار میکنم در همین شرکت کجا میرود؟ همین پولی که من پتن میسپارم چرا میسپارم این پتن نالت بگیرم؟ او چرا یعنی همین فدراسیون روسیه در تاجیکستان در دست یکم دیویزیا خورده خواب رود در سرزمین ما و شما با بالای دخترای ما و شما زورآوری کند، ولی یک مهاجر مهنتی تاجیکستان در فدراسیون روسیه باید برای زندگیش پول پرداخت کند، باید باز از جانب همین پلیس همین کشور چیکار کند؟ ضربه زده شود، پولش گرفته شود. آخه بیاید یک بار بررسی کنیم، تحلیل کنیم. آخه این طور نمی شود کو. برادران و خواهران عزیز گرامی، ما اینجا میشینیم، هدف ما نیست که ما فقط حرف میزنیم، حرفای ما همینجا یک طرف پرتوته شود. ما میخوایم در اینجا فکر سازی کنیم برای ملت خودمان، فکر بتیم، اندیشه بتیم. شما باید تحلیل کرده بتوانید، حالت بررسی کرده بتوانید، وضعیت 20 ساله آینده را باید با حالت عین حال موجود است بدانید که اقتصاد 20 سال پس در چه حالت قرار میگیرد، وضع اجتماعی 20 سال پس در چه حالت قرار میگیرد. اینا باید وابسته به شرایطی که در گذشته در تاریخ چیز باید آینده را ما پیش بینی کنیم، وگرنه ما زندگی کرده نمیتوانیم. وقتی که 10 سال پیش ما همین 11 سال یا 12 سال پیش بدروید صحبت‌های حاج عمر قوت خداوند رحمتش کنه از او راضی باشد، صحبتاش یه بار گوش کنید. حرفای میگو که امروز در جامعه عملی شده شدیان، حرفای میگو که هر روز همون رو ما در پوست خودمون احساس میکنیم. 10 سال پیش یا که 11 سال 12 سال پیش تاجیک قدر خورزار نبود. همین حاج عمر خداوند رحمتش کنه وقتی که از تاجیکستان بیرون اومد و وقتی که با مهاجران کار شروع کرد، دعوت شروع کرد، حرفاش رو بدروی یک تا گوش کنید، خوب دقت کنید چی حرف میزنه. همین روزا وضعیت ما رو اون زمان پیشگویی میکرد،
چون حالت مهاجر میفهمید که 10 سال بعد حالت به کجا میآید. ده ها تا کارشناس، ده ها تا حقوقدان، ده ها تا جامعه شناس در کنارش حضور داشتند و اونا برای او فکر میدادند، دین علم میدادند تا اون که او بتونه برای شما برسونه وضعیت که 10 سال بعد در چه حالت قرار میگیری اگر امروز انقلاب نکنید. ما وقتی که میگیم برادران باندیشید، شما وقتی که فدراسیون روسیه میایید شما با 10 نفر جای کار تامین میکنید، با کارگر فرودگاه، با اون پیلوتی که میپرد، با کارگر هواپیماها، با شرکت های هواپیما. شما میدونید که با ترانسپورت، با مشروطه ها، با اون ماشین های تاکسی، اتوبوس ها، با همه اینا شما کار تامین میکنید، با مترو. آیا شما فکر میکنید که یک کارگر مترو از پول 10 مهاجر یا 100 مهاجر تاجیکستانی جای کار تامین کرده می شود؟ 100 مهاجر تاجیک از تاجیکستان به روسیه وقت پرواز میکند، 2 شرکت کار کننده، یک شرکت هواپیما از شرکت از معاش شما جای کار تامین می شود. یک نفری که در فرودگاه میشینه شما رو در همون پیچت پاسپورت و مهر میزند از پول شما به جای کار تامین کرده می شود. اون رو پوتین معاش نمیدی. پوتین و اموال رحمان از کجا پول دارن اگر که پول ما و شما که نباشه؟ اون پول از جیبک ما و شماست. وقتی که ما میگیم که بیای برادرها اقتصادتون حساب کنید چگونه مصرف میکنید، میگید که ما پول روان کردیم خونمون زندگی دارد، همین است. اون پول شما مصرف دارد، اون پول شما که به دست میاره 10 کس دیگر شما به جای کار تامین میکنید. حتی اون مدیری که یک برگادیری که هست شما را 10 نفر 15 نفر داره میکنه، پول معاش همون از حساب شماست. شما کار نکنید اون برگادیر نخواهد داد. برای همین باید ما با هر کسی که وابسته به ما هست از ما پول میگیرد باید او را بفهمونیم که خودت امد شیشتگی ابله، امد شیشتگی معاش از جیب ما درک شناسته، از علم، از دانش، از آگاهی بالا ببر تا اینه که حق یک جا رفته حرف زده حرف منطقی باشه، یک از حرف درک کنه بفهمه داخل. این طور نمیشه داخل. برای همین همدیاران عزیز، هموطنان گرامی، از همه شما خواهش می‌کنم که در هر وضعیت، در هر اتفاقی که در جامعه ما میافتد لطفاً وضعیت را بررسی کنید، بسنجید، ببینید، بیاموزید و بعداً خلاصه برآوری کنید. یک باران نروید خودتون را در یگان چاه بزنید. عین حال این من از این منبر برای شما مشورت میتیم. همدیاران عزیز، هموطنان، برادران و خواهران عزیز و گرامی، مادران، پدران، بزرگواران، بر بگردید به وطن خود، به تاجیکستان، بر بگردید، سیله بروید، بر بگردید به وطن. همین طوری که گفتن در مدت 6 ماه اخیر 43 تا 50 هزار مهاجر مهنتی اخراج دپارتات مجبوری اخراج کرده شده است ملت روسیه. همین گونه 50,000 نیست، 100,000 بر بگردید، بروید به وطن. در وطن رحمان و بگی ما جای کار نداریم. با والله قسم در داخل وطن جای کار پیدا می شود وقتی شما برمیگردید. مجبور شد که همون شکمایی که قدم کرده خراب کردن برای شما جای کار تامین کنند. مطمئن باشید که اگر برگشتید در وطن جای کار پیدا می شود و مجبورم بسازن برای شما و راه دیگری ندارند. به خاطر چی؟ به خاطر که از قدرت از دست میتین، یا اینکه قدرت از دست میتین یا اینکه برای شما جای کار تامین کنند. راه سوم وجود ندارد. باور کنید راه سوم وجود ندارد، چون مردم از گرسنگی میان همون رحمانوف میخرن. اگر به میون بیاید رحمانوف این چیزا میفهمد، میداند. آخه وقتی ما میگیم همین رحمانو میداند، میفهمد، همین چیزا شما درک کنید که وقتی برگشتید در شما رو با جای کار تامین کنید. اگر نکردن شما از خدمت بیرونشون میکنید. راه سوم نیست. آخه دیگه برادر راه سوم نیست. یا برمیگردید وطنتون میسازید یا اینه که هیچ کار میکنی نمی رحمان از بین میرید، بعد دیگه این وطن اختلاف نیست. حاکمیت این با میاد. راه سوم نیست.
رای سوم این عین حال شما رفته ایستادی رو خیر. اینم در ذلت، در بدبختی، در بی‌ناموسی، در این رذالت قرار داری و خوشبختی که در فدراسیون روسیه امروز من موی سرم میزنم، روز آزادم، اینترنت دارم، تلفن دارم، یا ماشین تایپ کنم سوخی، خیلی عروس ارز دارم که میگردم اینمی من رکتم، من مش میزنم. ای از دست هیچی نمیاد. ای بچه یک فرزند زیبا و قد بلندی که در سرتراش خونه کار میکرد، در این کروکو سیتی تهمت کردن، بردن زندانش کردن، هیچ کس همون خلاص کردن نمیتونه. پدر با 3 فرزندش که بیچاره ماشینش فروخته است خودش نمیدونه، بردن در اون تهمت کردن در کروکو سیتی. میگه من فقط ماشین فروختم، من چیزی نمیدونم، بردن در اونجا زندانش کردن. هیچ کس از شما دفاع نمیکنه. ای نوشیدگی هم مش زن توف برای میخیریم مش زن. شما من دیگر نمیدونم که با شما چی بگویم. ای هموطنی عزیز، بیایید خوری و ذلت رو کنار بگذارید.